با سلام دوباره بیننده عزیز رادیو آزادی. متاسفانه روزی دوم است که ما مجبور میشویم دوباره و سه باره ناوگانی رادیو آزادی رو ثبت و پیشنهادی شما کنیم، چون شما نیز بیشترتون شکایت کردید که هم صفت و هم صدای ناوگانی بد بود و باید گیم که چند روزی اخیر در پراگ هوا نامساعد است رد و برق است و بنابراین مشکلات اینترنت هم در اینجا نیز هست که به رفتی ثبت ما که ثبت طوری میدونید زنده است خلل ایجاد میکند. اما به هر صورت بازم من آماده هستم که بار دیگر برای شما افغانی های امروز رو برسونم تا اینکه شما در جریان خبر و گزارش های مهم تاجیکستان و جهان باشید. حالا ساعت به وقت پراگ رسو 7:30 است و چون در بین شما دوستداران جام جهانی فوتبال زیاد است، میخواهم خبر نخستین رو از نتیجه های آخر در این جام جهانی به شما برسانم. و امروز طبعا شما میدونید در بازی های جام جهانی فوتبال روز استراحت است و سر از پا بازی های اشتگنی های شروع می شود. 3 ایونی ابتدا دسته های ارژانتین با فرانسه و سپس دسته اوروگوای با پرتغال رو برو خواهند اومد. دیروز 4 قوازمایی نهایی در گروه های ایج و جی دایر شده. 4 کشور آخری 16 نهایی یعنی کلمبیا، ژاپن، انگلیس و بلژیم رو خط نهایی رو گرفتند. شما در سامانه آزادی نقطه ارگ تسلیت بیشتر و شهر و پیش بینی های کارشناسان را درباره جام جهانی فوتبال میتوانید پیدا و تماشا کنید و البته نظر خود را در رابطه با این بازی ها میتوانید بنویسید و ما آن را حتما نشر خواهیم کرد. خب در روزایی که در تاجیکستان مشکلات نورسایی محصولات سوخت بنزین و گاز مایع به نظر می رسد، یک خبر خوب رسید که قزاقستان میخواهد از تیر ماه امسال محصولات نفتی خود از جمله بنزین رو به تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان صادرات کند. با نوشته مجله ولاستی چوپ قزاقستان، امکان صادرات این نوی مواد سوخت در پی افزایش تولید آن در کارخانه‌های کارکرد نفت قزاقستان و منع واردات بنزین از روسیه فراهم شده است. مبین رئیس شرکت کازمونای گاز دانیال تیوس با مجله گفته است که هر ماه کشورش میتواند به کشورهای همسایه 400,000 تن مواد نفتی صادرات کند. این در حالی است که طور در بالاتر اشاره کردم در 2 هفته اخیر قیمت سوزشواری در تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته. فعلا 1 لیتر بنزین نوی 92 تا 8 سومانی قیمت دارد. صاحب نظران میگویند که در زودترین فرصت ارزش 1 لیتر گاز مایع که از آن تقریبا 80% ماشین‌های تاجیکستان استفاده میکنند تا به 6 سومانی خواهد رسید. این هم در حالی است که حالا تقریبا 5 سومانی است و از همین حالا مردم شکایت میکنند که بالا روی قیمت مواد سوخت علاقه به زندگی آنها تاثیر بدی خود را رسانده است. خبری دیگری من مربوط به ولایت سوخت است که در اونجا یک ساکن بعد آنکه برای بهوجتی ماشین پسرش را رانندگی کرده است و او را جریمه کردند دست به خودکشی زده است. ناظران گاهی روز 8 ایونی امسال علیم خوجا محمدی ساکن میان سال نویه جبور رسولف 12,500 سومانی جریمه کردند. نزدیکانش گفتند که او روز 9 ایون خود را در خانه آویخته است. قضیه را دزدانی نویه جبور رسولف تحقیق دارد. در این دوره دیروز بر رادیو آزادی گفتند که علیه علیم خوجا محمدی قبلا با اتهام دوره ماشین به شهادتنامه رانندگی پرونده حقوق ویرانکنی ماموری باز شده بود. این چنین ماشین تمغه اوپل که محمدی پس فرمان آن می نشست به پسرش تعلق داشت و به جریمه برده شد. با نقل منابع از دزدانی نویه جبور رسولف محمدی روز 9 ایون برای گرفتن ماشین پسرش به اداره گاهی رفته است. با او فهموندند که طبق قانون تنها برای پرداخت جریمه میتواند اتومبیل رو بگیرد. پس از این او رو افتاده شده به خانه‌اش برگشته است. به اهل عائله و شناسایش گفته است که شرمنده شده و کار و مبلغ ندارم. جریمه رو چگونه میسپارم گفته است و او همان روز خود را به دار آویخته است. و بنا به معلومات گاهی نویه جبور رسولف 2 سال پیش نیز علیم خوجا محمدی در حالت مستی پشت ماشین بود و او را 2 سال از حق رانندگی محروم کرده بودند. جریمه کلانی علیم خوجا محمدی این دفعه ظاهرا بالای سوخت نمک شده است و علیم خوجا محمدی یکی از 10 ساکنان ولایت سوخت است که بعد از شدیدتر شدن جزا در آخر ماه آگوست سال گذشته برای در حالت مستی و بدون حجت رانندگی راندن ماشین جریمه شده است. ماه آگوست سال 2017 یعنی تقریبا رسول یک سال پیش جزا برای در حالت مستی و به حجت رانندگی دور کردن ماشین رو در تاجیکستان سنگین تر کردند. دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هفته روان با بررسی پرونده جنیدالله خدایارف یک فعال شبکه‌های اجتماعی که به سلفی گرایی متهم است آغاز کرده است.
بعضی از شهیدان در مرافعه روز سه‌شنبه گفتند که خدایورف هنگام نماز دستانش را به دو طرف راست میکرد و بعد ادای فرض سنت را نمیخواند. اما خانواده جنیدالله خدایورف ادعا دارند افرادی که به بیگناهی او در وقت پرسش داستانی کل بیانات داده بودند به مرافعه دعوت نشدند. از جمله به گفته آنها امام مسجد دهه یشم نوی رشت به این مرافعه دعوت نگردیده است. فتولlah نظریف قبلا گفته بود که تحت فشار کارمندان میلیسه نویه زیر عریضه امضا گذاشت که در آن جنیدالله خدایورف با عضویت در رویه ممنوع سلفیه متهم کرده شده است. جنیدالله خدایورف روز 22 ینوری سال روان از طرف کارمندان ریاست کار داخلی رشت بازداشت شد و او 5 ماه باز در سیزن نگهداری می شود و در صورتی گناهکار اعتراف شدن او را نکم از 5 سال زندان انتظار است. و خبر ناخوب دیگری هم داره. متاسفانه به حساب میانه هر روز در تاجیکستان از 3 تا 4 نفر به ویروس نورسایی مسئولیت بدن و یا به اصطلاح معروف سپید آلوده می شده است. اما کارشناسان تعداد واقعی گرفتاران این ویروس را بیشتر از این رقم حساب می کنند. آنها میگویند که نه همه مبتلایان ویچ به پزشکان مراجعت می کنند و خودتان قضاوت کنید که تنها در 3 ماه اول سال جاری در بدن 321 نفر این درد بی‌درمان را آشکار کردند، رقمی که در نگاه اول نمی شود به آن باور کرد. اما واقعیت چنین است که هر ماه در یک کشور خرد به مثل تاجیکستان دست کم 100 نفر آلوده این ویروسی کشنده می شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که در میان آلوده شده ها از 3 نفرشان توسط ارتباط جنسی به این بیماری پیچیدند. 90% آنها از 15 تا 49 سال داشتند. به گروه آسیب پذیر در برابر این ویروس معتادان مواد مخدر، مهاجران کاری و هم آنهای داخل می شوند که ارتباطی ببند دوباره جنسی دارند. تعداد آنها هم کم نیست که از روی نامعلوم به این بیماری گرفتار شدند. خب باید بگم که ویسپید یک از بیماری‌های خطرناک قرن 20 عنوان می شود که طبیبان و عالمان تا به حال برای تبابت آن دارویی را کشف نکردند. اولی مورد گرفتاری به ویچ اسپید در تاجیکستان 27 سال پیش ثبت شده است. تاجیکستان در میان چند کشور کم شمار جهان است که این ویروس در آن مدت 10 سال گذشته 25% زیاد شده است. از زمان پیدا شدن بیماری در کشور تاکنون بیش از 2400 نفر هلاک شدند و تنها در یک سال گذشته 1207 حالت صورتیابی به این ویروس آشکار شده است و با تمنای صحتمندی هر یک شما بیننده و شنونده رادیو آزادی من تا 3 ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنم و همه شما رو در معرفی سرخط خبرهای مهم روز ساعت 10 به وقت پراگ منتظر میشم.